ضرب شست سریع و قاطع پلیس آگاهی تهران بزرگ به سارقان خشن منزل و موبایل قاب. اینایی که میبینید بخشی از اموال سرقتی این باند سارقان منزله که رفتن زدن تخریب هم میکردن. چراغ خونه خاموش بود میرفتیم داخل خونه. چه ساعتی معمولا میرفتید؟ دیگه ساعت دم غروبا. دزدا دیگه نیمه شب نمیان، دم غروب میان، وسط روز میان. چراغی خاموش میشد میرفتیم پشت درش، اگه نبود درو توپیشو میزدیم میرفتیم تو میگشت. چی میبردید معمولا؟ طلا، پول. توصیت چیه به این خونه‌هایی که راحت میتونید شیشه‌شو بشکنید یا درشو باز کنید؟ ببین چیکار کنن؟ بازگیر بذارن، دوربین بذارن. این دوتا همونایی ان که اون خانم مسن رو موبایلشو قاپیدن، زدنش زمین، دستاش هم شکسته. خانومو که زدم منم دویدم، خانم خورد زمین، منم ترسیدم، نشستم ترک رفیقم اومد. مقاومت کرد، چرا ول نکردی بری؟ قرص خورده بودم، حالت عادی نبودم، اشتباه کردم، غلط کردم، پشیمونم. اینا هم یه تعداد دیگه هستن، گوشی قاب و زورگیر. شیوه سرقتمون به صورت قاب زنی بود. حالا اگه میشد قاب میزدیم میرفتیم، اگه نمیزدیم میزدیم جک پیاده میشدیم، به زور میگرفتیم. توصیت به افراد چیه؟ خانوما آقایون وقتی تو خیابون راه میرن گوشی رو به سمتی بگیرن که دیواره، موتوری نتونه بیاد کش بره، به سمت این برن، بیشتر از هندزفری استفاده کنن. به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با هماهنگی صورت گرفته با مسئولان قوه قضاییه، پرونده این افراد به صورت ویژه بررسی و در کمترین زمان مجازات خواهند شد. تعداد 95 سارق حرفه‌ای که سارقین خشن هستند در خصوص سرقت منزل، قابزنی و سرقت با آن فعالیت داشتن این افراد رو شناسایی کردند، با هماهنگی قضایی دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعداد 235 دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه، مقادیر زیادی اموال مسروقه‌ای که تلاجات و ارزهای خارجی بوده در منازل سرقت کرده بودند کشف شده. تعداد زیادی مالخر دستگیر کردند. محسن قاسمی فر، خبرگزاری پلیس.